بعضی وقتا انگار داریم همه چی رو درست پیش میبریم، ولی یه جای کار یه نیروی نامرئی پشت پرده ذهنمون همه چیزو خراب میکنه. اون لحظه هایی که وسط رابطه‌ای هستی که خوب داره پیش میره، ولی یه رفتار عجیب میکنی و طرف رو میرنجونی. یا درست وقتی داری به هدفت نزدیک میشی یهو بهونه میاری، یه تصمیم اشتباه میگیری و کل مسیر رو به هم میزنی. خیلی وقتا این رفتارها رو میذاریم پای تنبلی یا میگیم بدشانسی آوردن، ولی حقیقت اینه که یه چیز عمیق‌تر پشت این داستانه. یه چیزی تو وجودمون، یه بخش تاریک داره آروم آروم ما رو عقب میکشه. یونگ اسم این بخش گذاشته سایه، اون قسمت پنهان شخصیت که نمیخوای قبولش کنی ولی هست. سایه میتونه همون صدای درونی باشه که میگه تو لیاقت نداری، نمیتونی موفق شی، اونا بهتر از تو هستن. اینا فقط فکر نیست، تبدیل به رفتار میشن، تبدیل به انتخابای اشتباه، به خراب کردن لحظه هایی که باید برنده می بودیم. اگه دقت کنی بعضیا همیشه تو رابطه های سمی گیر میافتن. همیشه انتخاباشون آدمایی هن که اذیتشون میکنن. شاید اول حس کرده بودن که این آدم براشون خوب نیست، ولی یه چیزی درونشون اونا رو هل داده به سمت اون رابطه. اون چیز همون خود تخریبیه. یه روان درمانگر معروف میگفت خیلی از ما با درد آشناتر از شادییم. وقتی یه مدت حالمون خوبه ذهنمون میترسه، چون شادی براش ناآشناست. انگار یه مهمونیه که مطمئن نیست چقدر قراره بمونه. ولی درد، غم، طرد شدن، اینا قدیمی هن. اینا خونهشون توی ذهنمونه. اگه از بچگی همیشه شنیدی که به درد نمیخوری یا باید بیشتر تلاش کنی تا دوستت داشته باشن، مغزت یاد میگیره که احساس ارزشمندی رو فقط تو شرایط سخت پیدا کنن. برای همین وقتی همه چی خوب پیش میره مغز یه جورایی احساس ناامنی میکنه، میخواد برگرده به اون حالت آشنای قبلی، به همون دردی که براش ملموس تره. فروید میگفت ما همیشه بین دو نیروی درونمون گیر کردیم، یکی غرایز مرگ، یکی غرایز زندگی. خود تخریبی یه جور غریزه مرگه. وقتی بهش اعتیاد پیدا کنیم تبدیل میشه به انتخابای کوچیک ولی مداوم. امروز عقب انداختن کارا، فردا جواب ندادن به یه پیام مهم، پس فردا خراب کردن یه موقعیت خوب. و دقیقاً همینه که ترسناکه. خود تخریبی همیشه یه انفجار بزرگ نیست، قطره قطره میترکونه. یه مجموعه از تصمیم‌های کوچیک اشتباه که انگار داری خودتو تنبیه میکنی. واسه چی؟ واسه اینکه ته دلت فکر میکنی لیاقت بهتر از اینو نداری. این درد یه نوع وفاداری به تصویر قدیمی از خودته، تصویری که شاید تو ذهن جا مونده از یه بچگی پر از قضاوت، یا از مدرسه‌ای که فقط نمره خوب برات ارزش می آورد، یا شاید از یه پدر سختگیر، یه مادر ناراضی، یا یه جامعه‌ای که همیشه گفت تو کافی نیستی. خیلی وقتا آدمایی که باهوشن، عمیقن، با استعدادن بیشتر درگیر خود تخریبی هن. چون ذهنشون پیچیده تره، چون بیشتر فکر میکنن، بیشتر درد رو حس میکنن، چون انتظارشون از خودشون بالاتره و وقتی بهش نمیرسن خشمشون رو میبرن سمت خودشون. یالوم تو یکی از کتاباش یه جمله داره که تکون دهنده است. میگه بعضی‌ها از درد کشیدن نمیترسن، از بی‌معنا بودن دردشونه که میترسن. یعنی حاضری سختی بکشی به شرطی که یه دلیلی پشتش باشه. ولی خود تخریبی هیچ دلیلی نداره، فقط تکرار یه الگوی اشتباهه. خب راه حل چیه؟ اینه که اول باید بفهمی این رفتار هست، که متوجه بشی وقتی داری یه فرصت رو خراب میکنی شاید تهش یه باور اشتباه پنهان شده. اینکه تو باید سختی بکشی تا ارزشمند بشی، باید با خودت رو راست باشی. کی بی دلیل عقب میکشی؟ کی فرصت رو میبینی ولی جلو نمیری؟ بعدش باید یاد بگیری که حال خوب چیزیه که لیاقتشو داری، نباید ازش فرار کنی، نباید فکر کنی که حتما یه مشکلی پیش میاد. این افکار همون صدای سایه‌ن. و آخرش
باید به خودت اجازه بدی که برنده باشی، نه با غرور، نه با فخر فروشی، با پذیرش، با خود دوستی. تو ممکنه سالها با ذهنی زندگی کرده باشی که علیه خودت بوده، ولی همین که الان داری این حرفا رو گوش میدی یعنی یه بخشی از تو داره بیدار میشه، همون بخشی که خسته است از خراب کردن، از نادیده گرفتن خودت، از ترمز کشیدن و پیش نرفتن. یادت نره موفقیت، شادی، رابطه سالم هیچ کدوم قرار نیست یه دفعه اتفاق بیفته، ولی اگه از خودت نترسی، اگه از خوب شدن نترسی و اگه به خودت فرصت بدی، کم کم اون صدای قدیمی خاموش میشه و اینجاست که خود تخریبی کم کم جاشو میده به خود دوستی. و در نهایت ما آدما لازم نیست حتما دستاورد به دست بیاریم تا احساس ارزشمندی بکنیم، تا اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم. نه، ما همین جوری بدون هیچ دستاوردی باید خودمون رو دوست داشته باشیم. ولی جامعه امروزی به ما میگه که باید حتما فلان چیز رو به دست بیاری. هر دفعه هم یه چیزایی بولد میشه. الان توی جامعه امروزی، توی عصر حاضر، پول خیلی ملاکه. اگه مثلا پول نداشته باشی یا پول کم داشته باشی یا نتونی پول زیاد در بیاری، احساس خیلی بدی بهت دست میده. خب این تا یه جایش اوکیه، این که آدم دوست داره مفید باشه برای خودش و برای جامعه، این خیلی فوق‌العاده است. ولی اگه آدم خودش رو هی تخریب کنه، هی خودش رو سرزنش کنه و در کنارش هیچ کار مفیدی انجام نده و احساس کنه که بی ارزشه، این اصلاً درست نیست. انسان باید تلاشش رو برای اهدافش انجام بده، حتی اگه تنبله، حتی اگه احساس میکنه یه کاریو میتونه انجام بده ولی انجام نمیده، باز هم باید خودش رو دوست داشته باشه، چون بالاخره یه روزی میرسه که این انسان آگاه میشه، بالاخره روزی میرسه که تنبلی رو میذاره کنار. باید این اتفاق بیفته. ما واسه پیشرفت، واسه تلاش کردن، واسه این که امید و انگیزه درونمون باشه، لازم داریم که اول از همه خودمون رو دوست داشته باشیم، بدون هیچ پیش شرطی. باید بی قید و شرط خودمون رو دوست داشته باشیم. ممنون که تا پایان همراه هم بودی. اگه مطلب رو دوست داشتی با لایک و کامنت به هم انرژی بده. اینجا نوای ذهنه.